اقرأ ورتل باقتدار آناء ليلك والنهار. ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. اقرأ ورتل باقتدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. سروران گرانقدر، خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمدلله ثم الحمدلله که باز هم توفیق الله سبحانه و تعالی عنایت فرمود که در خدمت شما دوستان و گرانقدر و عزیزان به قلب نزدیک باشیم. دوستان محترم، موضوع امروز ما توحید اسماء و صفات است. اسماء و صفات که اسماء الله الحسنا هم میگن، نامهای الله سبحانه و تعالی هست. اولین سوالی که شاید مطرح شود که این نامها را چرا اسماء و صفات میگن و چرا اسماء الله الحسنا میگن؟ این نامها را به خاطر ازی اسماء و صفات میگن که هم اسم هستن و هم صفت هستن. یعنی هر نام الله سبحانه و تعالی وقتی گرفته میشه، الله سبحانه و تعالی همون صفت هم دارا می باشد. وقتی میگیم الله الرحیم است، الرحمن الرحیم است، پس الله سبحانه و تعالی دارای صفت رحمت هم هستند. به این خاطر ایره اسماء و صفات میگن. و ما و شما مخلوقات که هستیم، نامهای ما و شما اسماء و صفات نیست. مثلا یک شخصی است نامش شجاع هست ولی خودش شجاع نیست، بزدل است. یک کسی نامش زیبا هست لکن خودش قشنگ نیست، بدرنگ است. به این اساس اسماء الله سبحانه تعالی، به این اساس اسماء الله سبحانه تعالی اسماء و صفات است. اسماء هستند که دارای همون صفات هم می باشند. و این اسماء و صفات اسماء الله الحسنا هم میگن، الاسماء الحسنا. چرا؟ این نامهای نیک هستند که در آنها تمام کمال و عظمت است. نامهای نیک الله سبحانه و تعالی. عزیزان، بعضی سوال میکنن که تعداد اسماء الله الحسنا یا تعداد اسماء و صفات چقدر هست؟ تعداد دقیق اسماء و صفات ما نمیدانیم. چرا نمیدانیم؟ به خاطر که یک حدیث است همین موضوع را بر ما بیان میکنه. در مسند حنبل، احمد ابن حنبل رحمه الله در جلد 1 صفحه 391 حدیث آمده که او را شیخ ناصرالدین البانی حدیث صحیح گفته. عن ابن مسعود، عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت میکنند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود در اینجا اسألک بكل اسم هو لک. ببینید اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم اسماء الله را بر ما تشریح میکنن. تو را سوال میکنیم یا الله به تمامی نام هایی که بر تو هست، این نام هایی که الله سبحانه و تعالی داره، این رسول الله صلی الله علیه و سلم چند قسم تقسیم میکنه؟ سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک. دو، ببین اولش سمیت به نفسک، یعنی نام های به او یا الله تو خدا نامگذاری کردی. او انزلته فی کتابک، یا این نازل کردی در کتابت. او علمته احدا من خلقک، یا تعلیم دادی به یکی از مخلوقاتت. او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا ایره در علم غیبت ایره به خود نگه داشتی. پس اینجا 3 قسم نامهای الله سبحانه تعالی شد. قسم اول انزلته فی کتابک،
اون نام هایی که در کتاب تو رو نازل کردی. مثلا در قرآن عظیم شان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و 99 نام الله سبحانه و تعالی لله 99 اینی 99 نامی که در قرآن آمده این بخش اولش است. انزلته فی کتابک. قسم دوم نام هایی است که به یکی از مخلوقات تعلیم داده شده است او علمته احد من خلقک، بنابراین او در کتاب نازل نشده، در قرآن و سنت ذکر نشده، لکن به یکی از مخلوقات تعلیم داده شده هست. شاید به پیغمبرای سابق، شاید مثلا به ملائکه و به هر مخلوقی که الله او را ذکر کرده است. این قسم دوم نام هاست. و قسم سوم نام هایی است که استأثرت به فی علم الغیب عندك. بعضی نام هایی است که الله سبحانه و تعالی در علم غیب خود او را حفظ کرده است. پس اینجا ما و شما به یک نقطه دقیق می‌ایم که نام های الله 3 قسم شد. قسم اولش که در کتاب نازل است، پس ما به اون نام ها هم ایمان داریم، آنچه در قرآن و سنت آمده ما به این ایمان داریم. و قسم دوم نام هایی است که او را الله سبحانه و تعالی علمته احد من خلقک، به یکی از مخلوقاتش را تعلیم داده. در قرآن و سنت نیست، به یکی از مخلوقات دیگه الله هست که ملائکه هستن یا پیامبرا هستن. پس این قسم دوم نام هاست که ما نمیدانیم. و او استأثرت فی علم الغیب عندك. و بعض نام های الله هست که او در علم غیب الله سبحانه و تعالی الله را حفظ کرده. پس تعداد نام های الله سبحانه و تعالی را که تنها ما تعداد را میفهمیم که در قسم اولش است. انزلته فی کتابک، یعنی 99 نامی که در کتابش است. اما اون نام هایی که به دیگه از بنده های خود و یکی از مخلوقات خود او را گفته است و اون نام هایی را که الله در علم غیب خود حفظ کرده است، ما با اونا به شکل اجمالی ایمان داریم، اما ما کل از اون را نمیفهمیم. پس تعداد دقیق نام های الله سبحانه و تعالی را ما نمیفهمیم. خب امی حدیثی که عن ابی هریره ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحده، میگه ابو هریره رضی الله تعالی عنه گفت که رسول الله صلی الله علیه و فرمود که الله سبحانه و تعالی 99 نام داره، 100 الا واحده، یک کم صد، من احصاها دخل الجنه، هر کسی که احصا کرد داخل جنت میشه. علمای متخصص عقیده میگن که عدد 99 معنای حصر نداره و به معنای حصر نیست، بلکه این معناست که هرگاه کسی از جمله تمامی نام های الله همین 99 را چی کنه؟ یاد کنه که در قرآن و سنت ذکر است، سبب داخل شدن از اون در جنت میشه. پس این 99 نام الله سبحانه و تعالی نام هایی است که این در قرآن و سنت ذکر شده است. خب برای احصای کردن نام های الله سبحانه و تعالی علمای عقیده شروطی را بیان کردن که ما چه قسم نام های الله را من احصاها، چه قسم احصای کنیم نام های الله سبحانه و تعالی را. در اینجا دوستان عزیز احادیثی که در این مورد آمده هست، یکی از علمایی که در این راستا تحقیق کرده این میگه که حدیث صحیح در مورد تعیین نامهای الله سبحانه و تعالی که تو به شکل جدول منظم 99 نام ذکر کرده باشه، او تو حدیث صحیح میگه ما نداریم. حدیث صحیح در تعیین نامهای الله سبحانه و تعالی نیامده است. وای به قول امام ابن تیمیه رحمه الله استدلال میکنه. همین دکتر رضوانی که در این باره کتابی نوشته است که میگه در تعیین این نامها حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه و ذکر نشده است. آنچه در بین مردم شهرت یافته است حدیث ترمذی هست. او حدیث ترمذی که او را ولید ابن مسلم از شعیب از ابی حمزه روایت کرده. حافظان اهل حدیث میگن که متوجه هستین که این زیادت از جمع آوری ولید ابن مسلم است، یعنی اصل حدیث نیست، بلکه اول قسمت حدیث است، اما جدولی را که در این ذکر کرده در این حدیث میگن که این جمع آوری ولید ابن مسلم است و این نص از رسول الله صلی الله علیه و ثابت نیست که او از استادش گرفته. و در مورد حدیث دیگر هم که ضعیفتر از این می باشد در روایت ابن ماجه هست. بناهن ما 99 نام که از رسول الله صلی الله علیه و دقیق به شکل جدول آمده باشه این قسم وجود نداره. پس این احادیث صحیح هست، یعنی احادیث صحیح است، لکن جدولی که نامها را ذکر کرده اونوش چی است؟ اجتهاد
راوی است، قول رسول الله صلی الله علیه و نیست. در اجتهادی که راویا کردن ثواب و خطا هست. یعنی اجتهاد کردن راویا و ایره مثلا این جدول جور کردن، بعضی از نامهای از صحیح هست و بعضی از چی هست؟ نامها اشتقاق شده از صفات دیگه به شکل اسم در قرآن و سنت ثابت نیست. مشکل سوم در این است بعضی از نامهایی است که در قرآن و احادیث صحیح ذکر گردیده ولی در این جدول نیست. یعنی بعضی نامهایی را ذکر کرده که اون نامها را اشتقاق کرده، در حالی که ما شما در قاعده اسماء و صفات گفتیم که چی است؟ باید به شکل توقیفی گرفته شود. یعنی ما اسمایی رو میگیریم به شکل اسم برای الله در کتاب و سنت ذکر شده باشه، لکن کسی که اجتهاد کرده بعضی از نامهایی را که او به شکل نام اسم ذکر نشدن بلکه به شکل جمله اسمیه یا فعلیه ذکر شده، به شکل فعل بوده است، ای گرفته اشتقاق کرده و از او اسم فاعل ساخته و او را به الله نسبت داده. به این خاطر به خاطر فهمیدن درست ای که ما بفهمیم که اسماء الله الحسنا کدام نام هست، این شرایطی داره. شرط اول است این است که این نام ها باید به شکل منصوص در قرآن آمده باشه. چرا؟ ولله الاسماء الحسنا، اینجا میگه در اینجا الاسماء به شکل معرفه ذکر شده، پس معلوم میشه این اسماء حسنای الله که است، این معلوم دار است و در قرآن و سنت هست، لکن کلش به شکل یک جدول به ترتیب نیست بلکه در جاهای مختلف است. مثلا یک نام الله که احد است در سوره اخلاص است، قل هو الله احد. یک نامش که صمد است در سوره اخلاص است، الله الصمد. یک نامش که الحی القیوم است در آیت الکرسی است، الله لا اله الا هو الحی القیوم. و نام دیگه که است هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام. در جاهای مختلف نامهای الله سبحانه و تعالی در آیات مختلف و در احادیث است که این باید پیدا شود. صاحب تفسیر لباب میگه که این آیت دلالت بر این میکند که الله دارای نامهای نیک است و انسان الله سبحانه و تعالی را بدون اینها دعا نمی کند و این نام ها توقیفی اند نه اصطلاحی. پس این نام ها که است توقیفی هستند، باید به شکل توقیفی اینا را ما از قرآن عظیم الشان بگیریم و در او زیادت و نقصان نکنیم. چرا الله سبحانه و تعالی میگه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، ای که بگوی به الله چیز را که نمیدانین، پس ما این زیاد نمیکنیم. شرط دوم چی است؟ وارد شدن صفت به شکل نام باشه. وقتی ما او را اسماء الله الحسنا میگیم که امین نام به شکل نام آمده باشه. مثلا و توکل علی الحی الذی لا یموت، پس الحی به شکل نام آمده هست. تنزیل من الرحمن الرحیم، به این اساس نام هایی که مطلق نامده اند به شکل نام نامده است بلکه مثلا به شکل مضاف و مضاف الیه آمده، باز ای در نام های الله داخل نمیشه. مثلا غافر الذنب، غافر اینجا ای به شکل نام نامده. یا مثلا قابل توبه آمده اما قابل از جمله نام های الله گفته نمیشه. یا جاعل الملائکه، متوجه هستین؟ پس در این خاطر علما میگن که این باید شرط دومش همی هست که باید به شکل اسما باشه. شرط سوم از اسماء الله الحسنا ای است که اسم دارای امو صفتی باشه که وقتی اسم شد باید او اسم دارای امو صفت هم باشه. مثل الرحیم دارای صفت رحمت است. پس اگر یک جای یک اسم ذکر شده که به الله نسبت داده شده ولی الله او صفت از او را نداره، پس او در جمله اسماء الله الحسنا حساب نمیشه. پس مثلا الدهر، کلمه دهر شما ببینین عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الله سبحانه و تعالی یؤذینی ابن آدم، الله میگه گفت که بر من اذیت میرسانه ابن آدم، یسب الدهر، دشنام میته به دهر و انا الدهر بید الامر، ما دهر هستم و به دست مس امور اقلب اللیل و النهار. اینجا الله سبحانه و تعالی گفته که انا الدهر، در حدیث قدسی. آیا الدهر از جمله اسماء الله الحسنا حساب میشه؟ نه خیر نمیشه. چرا؟ به خاطر از اینکه معنای ازی به جلال و عظمت الله شایسته نیست. از این خاطر الله سبحانه و تعالی میگه بید الامر، یعنی دهر به دست ما هست. متوجه هستین؟ در اینجا
انا دهر تفسیر میکنه. چی میگه؟ میگه بیدی الامر و قلب اللیل و النهار. زیرا الله خالق دهر است. بناء کلمه دهر در جمله اسماء الله الحسنا حساب نمیشه. به این اساس ما مسلمان ها کوشش میکنیم که در اسماء الله الحسنا همون قسم با اینمی شرایط نامهای را به الله نسبت میدیم که به شکل اسم آمده هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. بناهن الحی به شکل اسم آمده و صفتش هم داره. بناهن بگیم الحی از اسماء الله الحسنا هست. القیوم از جمله اسماء الله الحسنا هست. الله لا اله الا هو الحی القیوم. یا مثلا بگیم هو الله الذی لا اله الا هو الملك اسماء الله الحسنا است. القدوس از اسماء الله الحسنا است. السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. ببینید اینی اسماء الله الحسنا هست که انسان های مسلمان باید در این قسمت شرط هایی که برای اسماء الله الحسنا است این شروط مراعات بکنن تا ما بتانیم که امی نام ها را به شکل دقیقش احصایه بکنیم و این اسما را معنایش بفهمیم و مطابق از زندگی کنیم. یکی از علما میگن که من از یک عالم بسیار بزرگوار پرسان کردم و برش گفتم برای من یک نصیحت بکن. او گفت چی نصیحت بکنم؟ گفت نصیحت من این است که باید نامهای الله را یاد بگیری. میگه من برش گفتم یک جمله برای من بگو نصیحت که او اساس زندگی ما شود. گفت مطابق نامهای الله سبحانه و تعالی زندگی بکن. اول میگه من نفهمیدم مطلب، پس آن که درباره ازی فکر کردم دقیقاً انسان مسلمان واقعی و حقیقی کسی است که مطابق اسماء الله الحسنا ای زندگی میکنه، یعنی هر نام الله را میفهمه. مثلا وقتی اگر شما در خانه تنها می باشین و اسماء الله به یاد شما می باشه که الله سبحانه و تعالی که است همیشه الرقیب است، ما را مراقبت میکنه و ما را میبینه. پس هیچ وقت انسان جرأت از این نمیکنه که حتی تنها هم باشه گناهی بکنه، چرا الله ذات رقیب است و او را مراقبت میکنه و لحظه به لحظه ایره چی میکنه، ایره تحت اونمون نظر خود داره. پس انسان مسلمان از مراقبت الهی میترسه. و اگر انسان صفت الله را بفهمه که الله سبحانه وتعالی السمیع العلیم است، از اسماء الله القریب هست، المجیب است، پس بفهمیم که ای از اسماء و صفات الله هست. صفت الله المجیب است، اجابت کننده دعا هست. پس هیچ وقت این انسان به غیر الله مراجعه نمیکنه و هیچ وقت دست دعا را به غیر الله بلند نمیکنه. اگر یک کسی، چرا مردم دست دعا را به غیر الله بلند میکنن؟ به خاطر ازی که این اسم الله سبحانه و تعالی را که المجیب است این نمیفهمه. و شیطان یکی از وسایل خطرناکش می هست که نامهای الله را از ذهنیت همه دور کرده و کوشش میکنه که مردم به عوض ازی که عظمت خالق العظیم، صفت عظمت الله را، الاعلا، صفت بزرگی الله را، بلندی الله را به یاد داشته باشه، به عوض ازی زیادتر در ذهن از اینا مخلوقات است و متاسفانه بعضی از علمای سو هم زیادتر مردم توسط به مخلوق پرستی و به عظمت مخلوق زیادتر بیان میکنن و مخلوق زیاد توصیف میکنن و از حد زیادتر او را توصیف میکنن که بالاخره سبب از این میشه که بسیاری از اشخاص هستند که به شرک مبتلا میشه. چرا؟ اساس شرک چی است؟ اساس شرک افراط است در شخصیت ها. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که ما نام های الله سبحانه و تعالی را اما قسم یاد بگیریم و مفهوم از او را بفهمیم و مطابق از او زندگی بکنیم. وقتی یک انسان بفهمه که الله از همه به من مهربان تر است، پس نیازی نداره به واسطه هایی که پیش بت و یا پیش قبر بره و به الله اونا را واسطه بکنه. مستقیما به الله رجوع میکنه و دست دعا را به بارگاه از او بلند میکنه. چرا؟ او میفهمه که الله مهربان است. شما ببینین یک طفل کوچک به مادر خود چقدر ایمان داره. اگر مادرش چندین مرتبه ای را با سیلی میزنه، هیچ وقت ای به پیش خانم امسایه و به خانه امسایه نمیره.
چرا؟ میفهمه که از مادر که هیچ کس بر از او مهربان تر نیست، ولو که مادر دمی لحظه ایره لط میکنه، با وجود از این هم هیچ وقت به آغوش کسی دیگه نمیره، به پیش خانم همسایه نمیره. اگر او خنده هم برش میکنه، لکن بازم این طفل پس مادرش ایره لط میکنه و میزنه و تهدید میکنه، ولی باز هم به آغوش مادر میره. چرا؟ این طفل میفهمه که مهربانتر در بین این خانم ها نسبت به مادر ما هیچ کس نیست. اینال اگر یک انسان مسلمان به مهربانی الله سبحانه و تعالی عقیده قوی داشته باشه، هیچ وقت به غیر الله مراجعه نمیکنه، بلکه همیشه امیدوار رحمت الله می باشه، که امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی همیشه رحمت خدا که دروازه هایش باز است، به می خاطر رحمتش است که او دروازه مغفرتش باز است، دروازه توبه را بر ما باز کرده و صفات تواب و غفار و غفور خدا بر ما بیان کرده. الله بر ما توفیق بده که از رحمت الله استفاده بکنیم و مطابق نامهای الله زندگی بکنیم و معانی اسماء و صفات الله را بفهمیم و مطابق از او زندگی 24 ساعته خود جور بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اقرأ ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك إنها بالذكر زاهية المنى. قوم لسانك مبحرا معنا على تاج الوقار. ورتل باقتداء آناء ليلك والنهار ازرع بقلبك آية لتفوز في جني الثمار. طب حياتك